به نام خدا و با عرض سلام. در جلسه قبلی ما دیزاین و انالایز پول‌های عرشه‌ای یا اسلپی یا همچنان اسلپ بریج خواندیم. در جلسه یک معلومات کلی درباره پول‌های اسلپی یا بریسلپ داده شد و همچنان نحوه یا پروسیجر دیزاین تشریح شد. امروز ما انالایز و دیزاین پول‌های عرشه‌ای را در قالب یک مثال کار میکنیم. اما قبل از شروع حل مثال ما باید خاطر نشان بسازم که در جلسه قبلی یک اشتباه تایپی البته در فرمول صورت گرفته بود که امروز باید داره تصحیح کنیم. ما در جلسه قبلی در قسمت دریافتی عرض تقریبی تسمه پول را که در قسمت جزء دوم یعنی جزء B برای چندین لین سرک، یعنی وقتی تمام سرک که دو لین یا سه لین است بارگذاری میشه یا بارها سرشان میایه، یا فرضاً پلی داریم که 3-4 لین داره و همه بارها همزمان همه لین ها بارگذاری میشه. در اونجا فرمول دیروز ای مساوی میشه به 250 جمع 0.42 ضرب جذر مربع L1 ضرب W1 بود که این اشتباه است و امروز ما را اصلاح میکنیم که نظر به کد 82 این مساوی میشه به 2100 جمع 0.12 ضرب جذر مربع L1 ضرب W1 کوچکتر مساوی است W تقسیم NL که جزئیات W1 L1 دیروز مفصل تشریح شد جلسه قبلی البته، و در جلسه امروزی هم ما تشریح میکنیم که اینها چی هستند و البته در قالب یک مثال است که بیشتر واضح میشه. اگر احیانا در جلسه قبلی شما نفهمیدین امروز میتونید راحت این را بفهمید. خب مثال ما پل آهن کانکریتی عرشه‌ای زیل را که معلومات اون قرار زیل داده شده است را دیزاین کنید. طول وایه پل یا کلیر اسپن که بنام L یاد میشه این را 8 متر در نظر گرفتیم. عرض اتکای پل یعنی ستون ها دو طرفی پل که عرشه پل سرزو استاد میشه یا ما اباتمنت برش میگیم. ما اینجا عرضش 0.45 در نظر گرفتیم. البته این احتمالا میتونه تغییر کنه و این 100% ثابت نیست. ما در این مثال 0.45 در نظر گرفتیم. تعداد لین یعنی تعداد لین هایی که از سرک میایه و در اونجا ما پل میسازیم 2 لین است که شما احتمالا تعداد لین ها چی است، چه کار میکنه، اینها را در ترانسپورتیشن یا انجینری سرک خواندین که اینجا ما تشریح نمی کنیم. و عرض هر لین هم 3.6 متر است. اینجا میلیمتر اشتباه است، متر است یا لین ویدت که در انگلیسی برش میگه. نظر به کودهای مختلف عرض لین ها مختلف است. کود 82 عرض لین ها را مکزیمم یا حدی اعظمیش 3.6 متر است و همچنان در ساحات شهری میتونه تا 3.3 متر یا هم 3 متر ما در نظر بگیریم. اینجا ما برای دیزاین عرض یک لین سرک 3.6 متر در نظر گرفتیم. ضخامت اسفالت 75 میلیمتر است. ضخامت اسفالت کجاست؟ وقتی که پل ساخته میشه بالای پل یک لیر یا یک طبقه اسفالت میریزن که عموما ضخامت طبقه 75 میلیمتر، یگان وقت 65 میلیمتر، یگان وقت 100 میلیمتر استفاده میشه که ما برای دیزاین باید ضخامت اسفالت داشته باشیم که بتونیم وزنش پیدا کنیم و وزنی که هم قوه پرشی ایجاد میکنه و هم مومنت. ارتفاع موانع دو جانب پل یا ساید بریر یا کرش بریر برش میگه ارتفاعش 380 میلیمتر است. البته ما اینجا عرضش هم 380 میلیمتر ده مثال ها کار کردیم و
چی میکنیم استفاده میکنیم. ارتفاعش همیشه 180 میلیمتر نیست، میتونه تغییر بکنه، شاید 500 میلیمتر باشه، شاید 450 میلیمتر باشه. ما اینجا برای دیزاین این مثال 380 میلیمتر در نظر گرفتیم. برای اینکه بفهمین این چی است، سایت بریر کجا است، میریم اون عکسی که قبلا اینجا ماندیم در اینجا برای شما نشان میدم. ببینین در این پل این قسمتی سلب پل است یا عرشه پل است. یک قسمت این ارتفاع که است برای دو طرف پل، ایره به نام ساید بریر یا موانع دو طرفی پل یاد میشه. وی همچنان که به نام ریلینگ یاد میشه که از استیل است یا آهن. مارک کانکریت FC 28 امپی است. مارک سیخ استیل 420 امپی است. البته در قسمت مارک کانکریت باید برای شما بگویم که در دیزاین پل ها عموما مارک های کانکریت نسبتا بلندتر استفاده میشه که این نظر به مساحات یا environmental exposure یا شرایط محیطی فرق میکنه. در قسمت کابل اگر شما برین بررسی کنین سایل یا خاک کابل رو بخونین، حملاتی که بالای کانکریت میشه یا رو بخونین، در کابل مینیمم گرید کانکریت یا مارک کانکریت یا پایینترین مارک کانکریتی که استفاده میشه باید از 28 امپیه کم نباشد. برای پل و پلچک ها از 28 پایینتر استفاده نکنید. هرچند در پل تا 25 هم میتونید استفاده کنید. محیط هایی که زیاد سلفیت نداشته باشه، کربونیت نداشته باشه، شرایط محیطیش نسبتا خوبتر باشه، یعنی مویسچر هم نداشته باشه. و اگر در صورتی که شرایط محیطی خراب است، شما از 28 امپیه پایینتر استفاده نکنید. ما در این مثال 28 امپیه در نظر گرفتیم. مارک سیخ استیل FY گرید 60 است که 420 امپیه تنسایل استرنث است. وزن موانع دو جانب پل 4.5 یا 4.6 یا 4.68 همچون چیزایی هست. این وزن تقریبا ثابت است. به این وزن ها از ساید بریر های H2 است. H2 پریکست ساید بریر داره که وزنش در همی رنج است، 4.5 است یا 4.6. اینجا ما فکر کنم 4.5 در نظر گرفتیم. وزن البته در کیلومتر در متر است، یعنی بار منتشر است. وزن حجمی کانکریت 24 کیلومتر در متر مکعب است. نوع موتور برای دیزاین HL93 است. HL93 قبلا برای شما تشریح شد. این 3 کامپوننت یا اجزا داره. اینجا برای وقتی که مثال ما حل کردیم باز ما میتونیم بیشتر روی ازی بحث کنیم و این بیشتر فهمیده شد. حل مثال. مرحله اول. در مرحله اول رسم پلان پل، مقطع پل و طول مؤثر وایه پل را دریافت می‌نماییم. خب ما در پلچک ها هم دیزاین کردیم، اونجا هم طول وایه داشتیم، طول مؤثر وایه داشتیم. این چیز در پل ها هم داریم. البته شما در وقتی که یک ساختمان را دیزاین میکنید نیست، در دیزاین بیم ها طول مؤثر یا افکتیو لنت داره. برای دریافتی افکتیو لنت یا طول مؤثر وایه ما فرمول داشتیم که ال افکتیو مساوی میشد به کلیر سپن یا طول وایه جمعی نصفی یک اتکا جمع نصفی اتکای دیگر. اینجا هم 8 متر کلیر سپن یا طول وایه است. 0.45 عرض یک اتکا است که تقسیم 2 میکنیم، جمع 0.45 که عرض اتکای دومی است تقسیم 2. ما وقتی که اینها رو با هم جمع کنیم ال افکتیو میشه 8.45 متر. این هم پلانی عرشه پل. پلان عرشه پل است. این عرضش است. آب از اینجا میایه، این تو میگذره. دو طرف، یک طرف
ای است و طرف دیگر هم ای اتکای پل است که دو طرف استاد میشه. خب وقتی ما از بالا میبینیم، ببین این ساید بریر است یا کرش بریر یا موانع دو جانبه پل. وقتی که از بالا ببینیم شکل مستطیل دیده میشه. این قسمت شولدر یا شانه پل است. این قسم لین اول است، این لین دوم است، این همچنان شانه پل است و این همچنان ساید بریر است یا موانع دو جانبه پل. خب عرضی موانع من اینجا 380 میلیمتر در نظر گرفتم، ارتفاعش رو همچنان 380، یعنی میتونه تغییر کنه. اینجا فقط یک مثال است. عرض شانه پل 1.2 متر در نظر گرفته شده. این شانه پل بعض جاها احتمالاً استفاده نمیشه، خصوصا در ساحات دهاتی که پل ها ساخته میشه. اونجا ما نیاز نداریم که شانه پل معرفی کنیم. چرا؟ به خاطر که گشت و گذار اونجا کم است، والیوم یا حجم ترافیک کم است، بنابراین ما نیاز نداریم ارز پل زیاد کنیم. چون هر قدر ارز پل زیاد شوه، تعداد بیارینگ، تعداد گاده را، طول اباتمنت، طول پیر یا پایه پل و ارزی سلب زیاد میشه و پل ما اقتصادی نمی باشه. اما در ساحات شهری چون حجم ترافیک زیاد است، تردد مردم زیاد است، بنابراین ما برای اینکه کدام حادثه ترافیکی رخ ندهد ما باید به دو طرف یا یک طرف چی استفاده کنیم؟ شولدر یا شانه پل هم از خود لایف لود داره، یعنی انسان ها سرش میرن و انسان ها به این لایف لود است. اینجا من در نظر نگرفتم لایف لوده، اما شما میتونین که برای کار خانگی تان یا مثال های دیگه کار کردین یا در ساحه کار کردین وزن را هم در نظر بگیرید. H2 برای پدسترین لایف لود یا لایف لود بارهای زنده ناشی از اشخاص است، 3.6 کیلومتر در متر مربع در نظر میگیره که البته IRC 3.5 است، یعنی کدای هندی. خب 0.38 عرض موانع پل 1.2 متر. عرض شانه پل که تقریبا عموما در همین رنج است، 1.2 1.3 1.5. از این قسمت تا قسمت عرض یک لین سرک است که 3.6 متر است و این استاندارد است، H2 است. از اینجا هم تا اینجا 3.6 متر. باز هم عرض لین دومی است، عرض شولدر یا شانه 1.2 و عرضی ساید بریر که در کل جمع کنیم عرض مجموعی عرشه پل ما از این لبه تا لبه دیگر 10.36 متر است. این پلان است و این هم کراس سکشن یا مقطعی پلان است. از اینجا اگر ما یک مقطع بگیریم و رسم کنیم این قسمی دیده میشه. این تکنیس اسلابی یا عرشه قسمت اصلی عرشه پل است، این هم شانه است و این هم ساید بریر و W که عرضش است مساوی به 10.36 متر. خب این هم کراس سکشن است که این قسمی قطع گرفته شده. ببینید این قسمی ما اگر از اینجا قطع بگیریم ببینیم این قسمی دیده میشه، چون ما یک پایه احتمالا اینجاست، یک اتکای دیگر هم این طرف. خب کلیر سپن L مساوی به 8 متر است. عرض یک اتکا 0.45 و عرض اتکای دیگر هم 0.45. چون اینجا دراینگ با اسکیل رسم نشده، بنابراین یکیش دبلتر معلوم میشه و یکیش هم کمی نازکتر که قیمتاش از لحاظ جزئی یکی است. خواهی هم تکنیسی اصلی یا ضخامت اصلی عرشه پل یا سلب پل است. قبلا هم ما گفتیم که ال افکتیو محاسبه کردیم و فرمول داشت. ال افکتیو مساوی شد به 8.45. مرحله دوم. در این مرحله دریافت عرض تصمیه های داخلی و خارجی، یعنی interior strip width and exterior strip width دریافت می‌گردد. خب ما در جلسه قبلی هم تشریح کردم اونجا، اگر اونجا فهمیده نشد حالا میتونیم در قالب مثال بیشتر وضاحت پیدا کنیم.
خب اول عرض تقریبی تسمه داخلی. ما گفتیم تسمه داخلی است و تسمه خارجی. در قسمت تسمه داخلی هم دو جزء است. الف برای یک لین سرک، یعنی one lane loaded. وقتی که در پل تنها یک لین سرک چی میشه؟ بارگذاری میشه، یعنی موتر تنها سر یک لین است، لین دیگه خالی است. خب برای این وضعیت ما باید عرض تقریبی تسمه داخلی رو پیدا کنیم و او هم H2 برش فرمولی مشخص داره. اگر شما میخواین که وضاحت بیشتر در این قسمت یا درباره عرض تقریبی تسمه داخلی پیدا کنید، شما میتونید به سر بزنید به H2 به قضیه یا آرتیکل 4.6.2.3 شما اینجا برین و میتونید بیشتر مطالعه کنید. یا من فرمول رو از همین قضیه گرفتم که این مساوی میشه به 250 جمع 0.42 جذر مربع L1 ضربی W1 where E equal to equivalent width، یعنی E مساوی است به عرض تقریبی تسمه. L1 modified span length taken equal to the lesser of the actual span or 18,000 millimeter، یعنی L1 سپن یا طولی وایه پل هست و یا هم 18 متر. یعنی شما وقتی که میخواین L1 از اینجا انتخاب کنین، اول چیکار میکنین؟ یک عمل مقایسه رو بین actual length یا طول حقیقی وایر با 18 متر مقایسه میکنین. هر کدامش که کوچک شد اما قیمت به جای W1 میگذاره، یعنی قیمتی کوچکتر بین طولی که در وایه پل و یا هم 18 متر. W1 equal to modified edge to edge width of bridge taken to be equal to the lesser of actual width or 18 meter for multiple lane loading or 9000 mm for single lane loading. W1 میگه چی است؟ از یک لبه پل تا این لبه پل دیگر، یعنی عرض مجموعی پل، این در نظر میگیرین و این مقایسه میکنین با 18 متر در قسمتی که در صورتی که چندین لین همزمان لود شد، یعنی بارگذاری شد، حالتی که همه لین‌های پل سرش موتر استاد است. یا اگر در صورتی که یک لین سرش موتر استاد باشه، اونجا باز همو عرض مجموعی پل را با 9 متر مقایسه میکنین. هر کدامش کوچک بود اینجا به جای W1 زیر جذر قیمتش میمونه. خب چطور ما حالا فعلا مثال داریم و این بیشتر واضح میشه. این مساوی میشه به این حالتی که تنها یک لینی پل شده بارگذاری شده. این مساوی میشه به 250 جمع 0.42 L1. L1 ما گفتم که طول وایه پل با 18 متر مقایسه میکنیم، هر کدامش کوچک بود اما قیمت برای L1 انتخاب میکنیم. حالا طول وایه پل ما 8 متر است یا 8000 میلیمتر و اینجا فاکتور دومش یا جزء دومش 18 متر یا 18000 میلیمتر است. حالا ما اگر 8 متر با 18 متر مقایسه کنیم، 8 متر کوچکتر است 18 متر. بنابراین ما اینجا قیمت L1 رو 8 متر انتخاب میکنیم که L1 اینجا نوشته کردم 8 متر که میلیمتر تبدیل کنیم 8000 میشه. در چه وقتی ما میتونیم از این 18 استفاده کنیم؟ این حالتی است که طول وایه یک پل بالای 18 متر باشه، فرضاً 25 متر 20 متر. ما در دیزاین پل های RCC یعنی تیبین بریج یا گادر بریج، پل های گادری اونجا میرسیم انشاءالله یک پل شاید با طول 20 متر ما دیزاین کنیم. اونجا اکچوال سپن بالای 20 متر میشه، بالای 18 متر میشه. وقتی که مقایسه میکنیم اونجا باز کوچکتر 18 متر است. باز به جای L1 اونجا به جایی که اکچوال لنت بمانیم 18 متر میمانیم. او دو قسمت است. فعلا در قسمت های پل های سلبی یا عرشه‌ای ما از همین پل کوچک که اینجا 8 متر است از همین استفاده میکنیم.
W1 عرض مجموعی پل با 18 متر در قسمتی که چندین لین لود میشه مقایسه میکنیم، هر کدام کوچک بود میگیریم و اگر در صورتی که یک لین پل شوه برگزاری شوه اونجا باز با 9 متر مقایسه میکنیم. فعلا عرض مجموعی پل که W بود 10.36 متر است، قبلا هم برای شما نشان دادم. 10.36 متر. اینجا W عرض مجموعی 10.36 است و همچنان فاکتور دومی 9 متر است. بنابراین 9 متر از 10.36 کوچک است. ما W1 بجایی که اما عرض مجموعی پل بمانیم این 9 متر میمانیم چون این قیمتی کوچک است. و اگر در صورتی که چندین لین شو باز اونجا 18 رو با 10 مقایسه میکنیم که این مرحله بعدی است. خب ما قیمت ها رو ماندیم، بعد محاسبات ما رو انجام میدیم. 250 جمع 0.42 جذر مربع 8000 ضربی 9000 که بعد از انجام عملیات چهارگانه ما این قیمتش پیدا کردیم 3813.8 میلیمتر. جزء الف خلاص شد. ما جزء برای که فرض میکنیم پل ما همه لیناش بارگذاری میشه، یعنی تمام لیناش سر تمام لینا موتر است. برای چندین لین سرک یا مولتیپل لین لودید فرمول ای مساوی میشه به 2100 جمع 0.12 ضرب جذر مربع L1 ضرب W1. این باید کوچکتر مساوی از W تقسیم NL باشه. خب W1 L1 برای شما واضح است، اما اینجا باید W و NL تشریح شه. W چی است؟ اما عرض مجموعی پل است، یعنی از physical edge to edge width of the bridge، از لبه یک پل تا لبه عرض یک پل تا لبه دیگر که عرض مجموعی میشه که ما اینجا داشتیم 10.36 متر تقسیم NL. NL چی است؟ تعداد لین هاست. اینجا تعداد لین چند است؟ 2. قیمت ها رو میمانیم. این مساوی میشه به 2100 جمع 0.12 ضرب جذر مربع 8000 که L1 بود، قضیه قبلی رو فهمیده شد، ضرب W1. حالا W1 در قسمت عرض گفتیم که ایج تو ایج، یعنی عرض مجموعی پل با 18 متر مقایسه میکنیم. اینجا چرا 18 متر؟ به خاطر که برای مولتیپل لین لودینگ هست. اون دفعه قبلی ما با 9000 مقایسه کردیم چرا؟ چون یک سینگل لین بود. اینجا برای مولتیپل لین است، بنابراین با 18 متر مقایسه میکنیم. بنابراین 10.36 از 18 متر کوچک است. اینجا اما عرضی خود پل در نظر میگیریم چون کوچکتر از 18 است که عرض خود پلم 10.36 بود. متر تبدیل کنیم این قیمت میشه. این باید کوچکتر مساوی از W عرض مجموعی پل است تقسیمی تعداد لین ها. خب بعد از انجام عملیات چهارگانه این طرفی مساوات میشه 3192 میلیمتر. این باید کوچکتر مساوی از این قیمتی ازی است که اینجا 160 تقسیم 2 کنیم میشه 5180 میلیمتر. بنابراین شرایط درست است و صدق میکنه. hence اوکی، یعنی ما میتونیم که برای دیزاین از عرض تقریبی 3192 استفاده کنیم. خب ما در دیزاین از عرض تقریبی 3192 استفاده میکنیم. چرا؟ خاطر که این استریپ ویدیو عرض تقریبی کوچکتر است قیمتی قبلی ماست. این قبلی بود 3813. هر قدر عرض استریپ زیاد باشه من اینتنسیتی لود یا تاثیر لود یا بارها کمتر است. بنابراین هر قدر ما دیزاین همیشه برای کریتیکال کاندیشن یا وضعیت بحرانی میکنیم. اینجا برای که ما یک وضعیت بحرانی بگیریم از برای دیزاین از عرضی ای مساوی میشه به 3.19 متر استفاده میکنیم.
319 یا 3192 میلیمتر یک چیز است. خب عرض تقریبی تسمه داخلی را تشریح کردیم، قیمت ها رو ماندیم و بالاخره همه قیمت ها پیدا شد و ما یک عرض تقریبی از بین دو تا انتخاب کردیم، هم کوچکترینه برای دیزاین استفاده میکنیم. حالا میریم عرض تقریبی تسمه خارجی رو پیدا میکنیم یا exterior strip width. نظر به کد 82 عرض تقریبی تسمه خارجی قرار ذیل محاسبه میگردد. ای exterior مثلا میشه distance between each and the inside face of barrier جمع 300 جمع half of interior strip. حالا distance between each and the inside face of barrier چی است؟ برای وضاحت بیشتر برای شما شکلی در مقطع نشان بدم که بیشتر بفهمید. distance between inside and the outside face of barrier یعنی از این قسمت تا این قسمت، درست؟ یعنی 380 میلیمتر که عرضی بریر است. یعنی distance between exterior face و interior face بریر همین منو رو میده. اونجا قیمت چند است؟ میشه 380 میلیمتر که ما قیمت اینجا ماندیم 380. distance between each and inside face of barrier جمعی 300 یا 300 یه خود فرمول است. جمعی half of interior strip یعنی نصفی عرض تقریبی تسمه داخلی. این باید کوچکتر مساوی از 1.8 متر باشد یا 1800 میلیمتر. ما محاسبات انجام میدیم. ای اکستریور مساوی میشه به 360 جمع 380 جمع 300 جمع 3192 تقسیم 2. 3192 عرض تقریبی تسمه داخلی بود. اینجا 7 گفته یعنی نصفش که تقسیم 2 میشه. باید از 1.8 متر کوچک باشه. اگر بزرگ بود قیمتی 1.8 میگیریم، اگر کوچک بود خب قیمتی به دست آمده. حالا محاسبات انجام دادیم. این شد 2276 که بزرگتر از 1800 میلیمتر است. بنابراین از اینکه قیمتی به دست آمده بیشتر از 1800 میلیمتر است، بنابراین برای دیزاین از عرضی 1.8 متر استفاده میکنیم. یعنی عرض تقریبی خارجی، عرض تقریبی تسمه خارجی 1.8 متر است. احیانا قیمتی که اینجا ما به دست میوردیم کوچکتر از 1.8 می بود، ما هم قیمتی به دست آمده را برای دیزاین عرض تسمه خارجی استفاده میکردیم. حالا چون زیاد است ما 1.8 متر انتخاب میکنیم. مرحله دوم ختم شد. مرحله سوم است. در مرحله سوم دریافت بارهای مرده، مومنت و قوه برشی ناشی از بارهای مرده دریافت می‌گردد. خب ما قبل از اینکه بخوایم مومنت و قوه برشی ناشی از بارهای مرده را دریافت کنیم، ما باید یک ضخامت داشته باشیم، یک ضخامت تقریبی. هرچند ما فعلا خود نمی‌فهمیم چون دیزاین نکردیم، اما باید ما یک ضخامت را فرض کنیم که ما با داشتن ضخامت میتوانیم بارهای مرده را محاسبه کنیم. وقتی که بارهای مرده را محاسبه کردیم، بسیار با سادگی ما میتوانیم قوه های برشی را سر پل میای مومنتی که سر پل میای نظر به قوه بارهای مرده میتونیم پیدا کنیم. بنابراین ما اینجا باید مسئولیت اولی ما این است که یک ضخامت تقریبی را پیدا کنیم. خب ما چون بارهای مرده در تسمه های داخلی و خارجی فرق داره، بنابراین ما باید تنها پیدا کنیم. تسمه خارجی ما اونجا شولدر داشتیم، بر علاوه ضخامتی عمومی عرصه پل ما اونجا ساید بریر یا موانع دو جانب داشتیم و از همون خاطر باید اینها جدا جدا پیدا شود. یعنی بارهایی که تسمه خارجی احتمالاً زیادتر از بارهایی
دستمه داخلی باشه. البته اینجا برهای مرده است، برهای زنده نیست. خب چون تعدادی این بیا یا و همچنان مدت زمان زیادتر میشه و بارگذاری در سیستم دانشگاه مشکل تر میشه، بنابراین ما قسمت بعدی دیزاین مرحله سوم در یک ویدیو جدید رکورد میکنیم.